این صدا برای جذب یه فرد خاص به سرعت فراتر از چیزی که بشه تصور کرد با قوانین ویژه مدیتیشن طراحی شده. به شما کمک میکنه با استفاده از اصول تلپاتی و قانون جذب فقط با گوش دادن با شخصی که میخواین ارتباط برقرار کنین. در طول گوش دادن به این صدا بهتره که چشماتون رو ببندین، بدنتون رو آروم و ذهنتون رو متمرکز کنین. همینطور میتونین بعد از من هم جملات رو تکرار کنین. این کلمات دارای جاذبه مغناطیسی خاصی هستند که برای ایجاد ارتباط تلپاتی بین شما و شخصی که در طول این مدیتیشن تصورش میکنین و بهش فکر میکنین استفاده شدن. لطفاً هنگام انجام دادن کارهایی که تمرکز بالایی لازم دارن مثل رانندگی از این صدا استفاده نکنید. من میدانم که توانایی جذب هر کسی را که بخواهم دارم. من میدانم که توانایی جذب هر کسی را که بخواهم دارم. من در یک ارتباط تلپاتی عمیق با کسی که دوستش دارم هستم. من در یک ارتباط تلپاتی عمیق با کسی که دوستش دارم هستم. من در ذهن و فکر کسی که میخواهم جذبش کنم هستم. من در ذهن و فکر کسی که میخواهم جذبش کنم هستم. من یک آهنربای جذب عشق و احترام هستم. من یک آهنربای جذب عشق و احترام هستم. کسی را که من میخواهم جذب کنم من را منبع عشق، شادی و آرامش می‌داند. کسی را که من می‌خواهم جذب کنم من را منبع عشق، شادی و آرامش می‌داند. تمام قسمت‌های ذهن، بدن و روح من با هم یکی می‌شوند تا من را به کسی که دوستش دارم برسانند. تمام قسمت‌های ذهن، بدن و روح من با هم یکی می‌شوند تا من را به کسی که دوستش دارم برسانند. هر مقاومتی از گذشته در برابر اتحاد عشق ما در حال محو شدن است. هیچ چیز نمیتواند مانع رابطه ما بشود. هر مقاومتی از گذشته در برابر اتحاد عشق ما در حال محو شدن است. هیچ چیز نمیتواند
عاشق یکدیگر می‌شویم. ما روز به روز بیشتر و بیشتر عاشق یکدیگر می‌شویم. من این قدرت را دارم که فرد خاصی را جذب کنم. من این قدرت را دارم که فرد خاصی را جذب کنم. من خود عشق هستم و من جذب کننده عشق هستم. من خود عشق هستم و من جذب کننده عشق هستم. ما در حال ساختن یک رابطه زنده عاشقانه و واقعاً قوی هستیم. ما در حال ساختن یک رابطه زنده عاشقانه و واقعاً قوی هستیم. من می‌دانم که کاملاً توسط کسی که دوستش دارم مورد عشق و پرستش قرار گرفته‌ام. من می‌دانم که کاملاً توسط کسی که دوستش دارم مورد عشق و پرستش قرار گرفته‌ام. هر اشکی که در گذشته ریخته باشم اهمیتی ندارد. من اکنون سرشار از عشق، شادی و خوشبختی با کسی هستم که دوستش دارم. هر اشکی که در گذشته ریخته باشم اهمیتی ندارد. من اکنون سرشار از عشق، شادی و خوشبختی با کسی هستم که دوستش دارم. من از طریق تلپاتی به کسی که میخواهم وصل هستم. من از طریق تلپاتی به کسی که میخواهم وصل هستم. کسی که من میخواهم از طریق تلپاتی به من وصل میشود. کسی که من میخواهم از طریق تلپاتی به من وصل میشود. من همیشه در ذهن کسی که دوستش دارم هستم. من همیشه در ذهن کسی که دوستش دارم هستم. من عاشق رابطه‌ام هستم که هر روز عمیق و عمیق‌تر می شود و من از بودن با کسی که دوستش دارم بهترین حس را تجربه می کنم. من عاشق رابطه‌ام هستم که هر روز عمیق و عمیق‌تر می شود و من از بودن با کسی که دوستش دارم بهترین حس را تجربه می کنم. من عاشق
عاشق شریک زندگیم هستم و شریک زندگیم عاشق من است. من عاشق شریک زندگیم هستم و شریک زندگیم عاشق من است. من در هر لحظه کسی که میخواهم را به سمت خودم مثل یک میدان مغناطیسی جذب میکنم. من در هر لحظه کسی که میخواهم را به سمت خودم مثل یک میدان مغناطیسی جذب میکنم. شما تو این تمرین و تو فرستادن فرکانس ها فوق‌العاده بودین. تا هر زمان که دوست داشتین میتونین تو این حالت باقی بمونین یا حتی از اول تمرین رو گوش بدین. ممنونم که با عشق این مدیتیشن رو برای عزیزانتون هم میفرستین. سابسکرایب، کامنت و لایک شما باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه و قطعاً کارمای آگاهی بخشی شما به شما برمیگرده.